سلام علیکم بچه ها. در این آورمان ما حل مثال ها آغاز میکنیم. یعنی حل مثال های ابرامیان یا هزار مثال ها داره که بسیاری از شخصانی که آزمون میروند عادتا ایامی مثال ها استفاده میبرند و تیارگاری هاشون رو روی هم میبینن برای یادگیری حل کردن مثال های هر خیلی. ما اینجا در فکر کنم یک چند نفر علاقه خواهش کردن که ما در همین طرز کارکنی مثال ابرامیان هم بفهمونیم گفته یعنی یگان مثال کارکنی را و همین ابرامیان گفتم که یک لو کارکنی شب بفهمونیم هر یک نوار مونده 4 ویدیویی 5 مثالش را بخشش کار میکنیم یا هفته یا بار همین 5 مثال با زبانی وبنت یعنی ویزوال بیسیک که ما کارکنیش را میفهمونم. اگر که خواهش داشته باشین میتونم تا همین ویدیو در خواهش رو اختمام بنویسم. بعدا ممکن که خب پایتون دا و سی شارپ دا همین کار را اجرا کنیم یعنی همین مثال را حل کنیم. وزیراش نباشه فقط در ویزوال بیسیک هر هفته 5 ویدیویش هم میمونیم 5 مثالیش هم میمونیم چقدر همین مثال را کار کنیم. خب من ویزوال استودیو یعنی ویزوال بیسیک سرش میتونم ایده دا پروژه ما یا پروژه نام میسازیم. چرا سازدانی پروژه؟ خب открыть локальный папку создания проекта. Окей. اینجا هم ما انتخاب میکنم. این اصل شبکه یا بود انتخاب کردیم ویزوال بیسیک گفته استفاده. داله این فرم پاپه من نویسم ابرامیان این نامی پروگرام میشه و که برای چی کردم ابرامیان. خب ابرامیان درجه جای چی میکنگیش انتخاب کنم کجا ما باید این را سخنت کنم نامی پاپکه میشه. خب ابرامیان این یه رشنه ابرامیان داله. خب نتورک بله یا شاکه برای نستمی کنم بفرسته بازی پروگرام های ما باید شده شما انا یکم فرمای ماسته پایدا میشه شگسته یازی زرگیسته رفتیسته. خب فرمای یکم ما پایدا شد فرمای یکم ای سببه که مثال های ابرامیان یازی اگر باشه اینجا ده یکم چی ما برنامه سازی ابرامیان نگاه کنیم مندرجه مثال های ابرامیان در اینجا گفته است بگینر اینتجر بولیان ایف و غیره این هر کدامش در داخل یکچون با مقدار معین مثال دارن. بگین الواحده مثال دارن اینتجر بولیان ایف دیگرش الواحده مثال دارن. خب برای همین هر یک تای همین را ما با یک گروهی تقسیم شون میکنم هر یک کدامی هم میرم. خب چشید ویزوال استودیو یعنی توگمچه میگیرم من اینجا از 4 تا برای سر شوی یه توگمچه دا چی دینا 4 تا هستن. و باز ما زبانی را استیل را همش با فکرم بسنده همه قرار میگیریم توگمچه یکمی ما چی میشود توگمچه یکمی ما نمو بگیر میشود ما ای تکست را اصلاح میکنیم با جوش مینویسیم بگین یعنی وقتی که ما توگمچه یک بگین از زیر میکنیم ما میگذاریم با همون مثال های بگین اینتجر این ما برای خودم برای اویان دادن ممکن یا که چی شود. خب 4 بود بعدی 3 بود ایشنا می نویسونیم بولیان خب انا ایشتا باشه نه یعنی توجه کد نویسی درم نمیجا شما برکن نیست بازی داشته. خب انا ایف بوده اگر خط نکنم می نویسونیم ایف. خب انا هر یک فیلماچه که کارهای علاقه داره چون دارم که انا اکنون ایجاده یک فرمای دیگه هم می سازم. خب does that artistic code Ramjan добавить форму Windows добавить ana formayı deyimi boşa kormekle yani çıkormekle misalıyı begine dar bayani kadış megire meyret tezashkine ica da davat günü rameleyesine o form dön.
فرمول نقطه شو. خب انایی تیار شد. کد یکمی که داریم ما وقتی زیر میکنیم با اینایی فرمای دیوم میوییم. انا که فرمای دیوم دا ما ازی 5 دودماچه میمونم. چند تا باشه خیلی ضرر نداره. دودماچه را ما چیکار میکنیم؟ جابجا میکنیم. بعدی دودماچه را جابجا کردن همه شب خوش کرد. خب ششم بیاینی 5 تا ایتالیش را جابجاش کنیم با یوشا. انا işte meneysenin misali یک برای که oyunlar آسان شود. خب یفتانش misali یک علاقهشون شما misali دو اسم شما misali سه یا چای چهارم نکنمش misali چهار işte باشه نمونه misali پنج یک misali شش misali شش anlayış نمونه misali هفت. خب ما این مثال را موندیم. اکنون نوبت چیه؟ نوبتی هست که ما پیمان جایی های وارد کننده انتخاب کنیم. شما میتونین ای ویزوال بیسیک این کارا را اجرا کردن بگیریم. خب ویزوال بیسیک هم میدونیم درسته یعنی بطنش تو باچه کمان بطن انتخاب کنیم. درسه پایده استفاده برای ویزوال بیسیک البته نواش هم موندگی در همین یوتیوب کانالی که شما دیده استین. خب من اگه پایان میخوام ما تکست باکس در کنم. دنیا ما تکست باکس انتخاب میکنیم. حاضرش ده یا شش کنیم انتخاب کنیم. چند تا شید هفت تا تکست شد. خب انا یا تکست باکس ها میمانم. خب یارم با طریق الفای جابجاش میکنیم. اما که باید استفاده گم نکنم. خب انا که لابل میگیریم. یک دو سه چهار پنج شش هفته بودن خیلی که ما انتقال چون وقتی هم یارم میگیریم جو با جوش میکنیم. خب işte ما منویسونم لابل یکم یک قیمتی فهم میشود و برابر یعنی در مثال گفتم شاید که مثال ا را وارد کنیم ب را وارد کنیم گفتم این همیه یکم آیدا ایران میمونه. خب işte منویسونم ب بعضی جورده هم خیلی میگن ا ب گفتن ایجادا موندن معناش همیه که کارمان اولی شود. خب است برابر وزیراش با فکرم همین قدر بحثه اینه ایلا بلا کنه خمو راستای اشتباه واردم میمونیم. وزیراش با سرکار با ایو نمیگیریم. او چی گل میکنه؟ انا اکمو چی کار میکنیم؟ وقتی که ما قیمت را وارد میکنیم مثالی یکم هم میبینیم که مثالی یکم چی گفته است. خب چوشیدی مثالی اینه برمیگردیم با نه نگاه کنیم بگیم مثال یک گفته است طرف کوادرات ا دو است پریمتر آن پی برابر 4 ضرب یافته شود. ما که چیکار میکنیم فرمول را مینویسیم که انمی مثال یکم باید کار کنیم. خب برای این فرمولش خودش داده شدگیه ما همین را وارد میکنیم. خب مثال یک را زیاده میکنیم جای نوشته جا پیدا میشود. راست این اینجا پابلیک نویسندگی و ویزوال بیسیک شش نولده این نیستش ما همین نتونیم را زیر کنیم. نه باینش هم نیست یا همین نتونیم فقط چیزی که از ما در اینجا می نویسیم همین را بنویسیم. خب در جمع می نویسیم ا برابر ایجاد با سبب که مالی قیمت تقریبا بانده همون نموندیم برای هم می نویسیم او را گرفته است. خب
دیم آ است و بیایم işlem بگیریم که ما چه اینتیجر اینتیجر بگیریم الان خب علکی گرفتیم با او به یک بار میگیریم و ب برای که از ما در کار میشویم الان که می نویسیم ا برابری خب تکست باکس یک نقطه تکست نقطه تکست خب через val بگیریم خوبتر میشه با فکر ما визуализм шашта конкретно мо через val кор мекунем خب الان که نویسندیم ما قیمتا ای بگ ای تکست باکس یک گرفتیم ب چی کار میکنه ب برابری خب فرمولا را می نویسیم ما داشتیم پی حاجی یه لحظه دیگه بینیم که همجوره کمتر ما قیمت من پی 4 ضربه یفته شود تمام انا اهم نیست و بچه اینجا ما پی میدونیم برای که قیمتی ما الکی اینجا ما باید پریمتر را میفتیم حالا نایسونیم اینجا پی را میگیریم میمونیم 4 ضربی پی نه درست داری با جای ب ما ایرا میمونیم نیستا با جای ب ما پی گیریم خب پی 4 ضربی را میمونه الان اینجا الکی ما قیمت یعنی ای ما قیمت ای تکست باکس میگیره با خودش ایجاد میاره پی را باشد 4 ضربی ایجاد میمونه ضرب میزنه پی را میگیره الان ما جواب باشد با تکستی دیم میبریم خب تکست باکس دیم نقطه تکست برابری میشود پی این اینقدر جوابی یکم مثالی ما برنامه را کرده میداریم نه ما دا به آن اشتراک کنه به نظر میکنیم میوه اینا قیمتی مثال ما میگیریم 5 شرطی مثال یا مورد دیگر میخونیم چوش چک مثال طرف کوادرات داشت به اسمو طرف کوادرات انتخاب کنیم پریمتریون پی برابر 4 ضربه یافته شود اگر خیلی نگاه کنیم باز جواب ما باید 20 شود یا مثال یک از دیگر میکنیم نگاه کنیم بیدا جواب ما برامد 20 آفرین انا این به طرز کاری یکم انا که میگذاریم با مثالی دویم خب برنامه را محکم میکنیم کانسترکتور مثالی دویم چی گفته است یا بار میخونیم طرف کوادرات داده شده است مساحت اون s برابر در کوادرات یافته شود انا که مثالی دویم ده خب ما اینجا را کپی میکنیم که شما دا مصلحت نمیکنیم که ما برای وقت کم استفاده بودم اینجا را کپی کیستم خب پی را میگیریم حالیش میکنیم اس شما دستی بنویسونیم مثال دیم اس دستی بنویسونیم شما دا با بهتر میشه هسته قیمت هم میگیره اینجا را علاقه میگیریم اس خب یوش در کور نیستن در همینجا شما دا یا خوبی هسته که میتونین از ضربی بمونین یه همه کور میشه نه که قریب همه کور میشه بهترش میشه که ای کوادراتی استانداردی استفاده بریم یعنی چقدر و کرشکا چه گفتنی علامت ها هسته در همین کامپیوتر انامور هم میمونیم یو در تیماچه شاشی کلاویاتور بعدا درم میمونیم انامیخل در ویزوال بیسیک کوادرات مونده میشه اینا فرمولا خب اگر این خیلی مونده باشین داموش دادیم مثال هم میستنجیم خب اینا فرمولامون بگیم حالا که قیمت همون وارد میکنیم مساحتی باید 25 شود اینا فرمولا ب کم بودی کار کیسته داموش دادیم مثال سیم هم میگذاریم خب هم مثال سیم هم میبینیم که چی گفته استیم انا که ترافیک راست کنجا و ب داده شده اند مساحتی آن s برابری a ضربی b و پریمتری آن p برابری د ضربی در قوس a جمعی b یافته شود
طرف راست اونجا دوده شدن ما باید مساحتش قطعی پریمترش رو بیایم برمیگردیم به برنامه همینجا مساحت قطعی پریمتر هر شای یا جایی افتان در کره میمونیم خب اینجا اس داریم انا عکاز من اینجا باید یا دی دیگه ایلوه کنم و هم همچنین ایلوه کنم که خب ا داریم کنترل دو تا داخل کننده داریم و دو تا خارج کننده داریم işte B mi neysenim ne text box'i دو می نویسم ویزوال بیس که 6 نقطه کار میکنم تکستی خالی نه باکسش در کار نیست خب انا چی شد که برای پریمترش یافتن چی بود داری جان برای مساحت یافتن A ضربی B میشه ضربی B خب مساحت رو یافتیم برآوردیم تکستی داریم اینجا را سش میکنیم تکست باکس سرده انا اکی جاشتا چی کار میکنیم ما پریمترش رو میاریم پریمتر برابری دو ضربی خواصی میکنیم A جمعی B انا ای bir perimetreş. Ana akım var. Perimetre پیچاد دمتون. خب اینجا چارش میمونم. اینجاش تا boşa P می‌نویسیم. این بود perimetre. مثلا mesajım. Misali sayım var. Begin. Misali se. خب nolay. Devdacı kılın. خب اینا tarafı çok kuncara mı varit kestim. Ana mira. Misali se. نگاه کنید. مساحتش اسش یعنی 8 شد پریمترش 12 شد خب متمتیک رو رو خوشتر میفهمن مثالی سیم حل ما میگذاریم به مثالی چهارم یکم شرط هم میکنیم مثالی چهارم من چی گفته است دیامتر دوره ده داده شده است درازی دوره ال برابر ضرب ال برابر پی ضرب دی افته شود به صورت قیمتی پ 3/14 استفاده برده شود ما باید الا بیاریم اکن دیامتر داداشتگی است خب رفتیم همین یه بار دیگه کپیاش میکنیم خب آها اینجا در مالک انا داریم دی داریم خب پریمتر پی هسته برای قیمت پی را موندم بعد ایشا میگیریم الش میکنیم انا اینجا می نویسیم ایرا دیده تبدیلش میتیم برای که دیامتر بود نیستم ایش میرم خب انا اینجا دارم چیکار میکنیم یکم با پی یکم قیمت میتیم پی برابری که در شرط مثال 3/14 را استفاده بریم ما استفادهش میبریم 3/14 ها خب انا که جای فرمولا دا چی می نویسیم ال داشتیم ال برابری به ضربی ب این همی جوابی مثالی 4 میدونم خب نگاه کنن ده برابر بال تکست میکس یک نقطه تکست پی برابر 3/14 پی را ما برای چی اینه جای پی دوز ما میتونستیم 3/14 بنویسیم در جمعانم بعد ده ضرب بزنم یکم کاری کاملی نداشت نه که بعض مثال های میشود که شما باید قیمت پی را چندین رو استفاده برین برای اینکه پیشتر نویسنده موندن خوبه خوبیش در چیه که دیگه جودا شما مجبور نیستین اینا بنویسین پی نویسنده میرین خودش طوری میشود جوابم او در تکستی دو میبریم تکست باکسی دیمون خب رفتیم میسنجیم درازیمون اینجا داخل دیای محلی 4 میگیریم دیامتر مثال 4 اینا درازی 12 شد خب اینا معلوم شد مثالی ایشان دوامش میکنیم مثالی 5 آخران مثالی که این از ما با شما میبینیم خب چی گپ میشوم در اینجا یکم کپیا کرده در اینجا مونیم بعدا اصلاحش میکنیم وابسته مثال 5 گفته است درازی تیغه کوب داده شده است حجم کوب و مساحت سطحی آن یافته شد یعنی تیغه کوب ما میدونیم ما باید حجمش بیابیم و مساحت سطحی آن بیابیم حجم و اسا مساحت باید بیابیم خب رفتیم و کد برمیگردیم ما داشتیم خب
Eğer داشتیم حجم یعنی و یا اوش میگن وش میگن وقتی و نویسیم مطابق وقتا ما داریم اس اینجا هم نویسیم ا داخل کننده ما یک تایی برای همین اره می نویسیم. خب اینجا اشتا باشم می نویسیم یکم veremiyorum ve imo çıkarıyor. A dar kub. Ama tırçanının bu se a dar kub alışı rakmı masafata büyüyor. Masafat çi gufte istadet. Es baravari çi bir dakika derece. Es baravar şaş zarbi a dar kvadrat. O es baravari şaş zarbi a dar kvadrat. O ana muddette hariç kılanda duruyor. İşte yakın bir pечать metin. Yak tayı diğerine gireyim. İşte boştan muallaka esa pечать metin. İş text box sevmiş ama iyice esmiş ama. O misalı میبینیم. خب تغییر کوب ما را وارد میکنیم. تغییر کوب ما ها بینیم 2. مثالی 5. یعنی حجم کوبمون 8 مساحت کوبمون 24. به همین عبارت 5 مثالی خب همین بود حل 5 مثال اویدی برنامه کتابچه ابرامیان. اون 5 تا شما دوزی نشون دادیم با نصف کردیم میشن 5 تا دیگه شد 7 تا دیگه همین ما میفهمونیم سرمانند خانه آباد میشن. حالا که ایروی اینمی شما میتونید که با کمانده مثال را خطون مایده مایده کار کردن بگیریم. باید که تا هفته دیگه را شما میتونید با 5 مثال یا که همین آپشی گروهی مثالای این بگینه با پرگی کارش کنیم. خب سرمانند خانه آباد میشن.